ام پروداکشن تقدیم میکند. ام پروداکشن. ای بچه‌ها همین تو مکتوب انیق روی کردی یا نه آخی؟ اومدین روی کردم دو. ها چی گفتم با؟ آخی جوابش امروز اومدین رئیس امروز میاد ساعت 9 دنجا بشه. سواد داشت آخی. مایل با کوچکاش بگو. یا سوال با کوچکاش داد. ولی میاد آخی. ولی میاد. چرخ شما یک کادم خیلی بکرم. کوچکارش هم اومده است. اینا کوچکاری اومد. ای باوری برو اومده است. اومد اینا کوچکار. خیلی اکادمیش خیلی سال. بچه تو ما میگیری. سوزه خوک ناوزم همین خیر خوک بیدار میکنی شما. بچه خیرش گشته. خیرش گشته. ای بچه‌ها همون مسئله محله رو گفتم ما و تو او حل سرجم شیم گفته سرجم شیم بگیم همه چیز حل کنیم. یک هفته پیش رئیس دا مکتوب کرده من خودم بردم با دست خودم چیکار این کردم دو ساعت نه من میبیام امیرو مکتوب اومده که رئیس امروز با ساعت 9 در محله خمر حاضر شود. انا یک سوال شروع سیگا پاگم کم کم دیر کردی ساعت نکی خود خود میاد رئیس میگه تو نداده گفتم برای چی میگی نه این ساغره دروغ میگه کم کم منم گوشکی همین رئیس که اومد حتما چی گپی داره کو بگی میگه میگه یک گپ دارو در دل مونده که انا اونم میگو بگو ما گپ شوی جا محل دو تا پرابلم ای همین دو پرابلم را اگر ما تو این او گپ نزنیم کی گپ میزنه دیگه همین خیلی میشینه همین یک فکر میشم گپ میزنیم تمام همین یا انا رئیس بازو خیلی بازی بدرس گفتگی من را تیار کنه محله گلرز آمادگیم کار دارم کم تپه زنگ میزنم السلام رئیس سوزن سلامتتون خوش اومدین به دههای ما رحمتی کلا سوزن بچه مکتوب کردین دعوت کردین گلرز خوش است باد و هواش چی خوش است خوش اومدین خدماتونو بارا خوش اومدید بار دیگر به محله برای پیشواز شما مادرم گفته شکرانه دخترکم کلان شد اینا بایت خوش میدونم رحمت رئیس اهمیت دیگه شروع بامزه میخونم رئیس بچه شوخن هیچی گپ نداره پرابلماتونو گپ زنید تست حل کنم مبرم وقت ندارم دمی کاری در تست پرابلماتونو گپ زنید مبرم تمام رئیس در محله ما همین دو پرابلم اساسی داره خب ما اگر همین دو پرابلم را شما دا نگین دیگه ما گفتن نمیتونیم تمام پرابلم یکم دیتونه گپ زنید یکمش رفیق رئیس ما یک در محلمون یک بانلیتسای زیبا بانلیتسا داره زمانوی با تمام صنعتش تجهیزاتای عصر حاضره تلویزیون هم داره کاندیشنر تمامی چی داره پرابلم اگه چیه پرابلم همیه که رفیق رئیس ما دکتر نداریم دمی بانلیتسای نو ما دکتر کم همه چی مهیا دکتر نداره هاستی این نه رئیس جان تلفن برو واردین می نویسی نه نه زنگ میزنم در جاش حل میکنم فهمم کی دا زنگ میزنه السلام علیکم من التماس دمی محله گلرز یک دکترخانه بود است نو با همه شرایطش مهیا است وای ندارم دکتر نداره مکتوب کنن یک 10 تا دکتره روان کنن 10 تا کم نیست میشه دکتر 10 نفر خود در محله 9 نفره همین چیزا تست تشکیل کنن فقط ساعت در جای در محله گلرز باشه گلرز تشکر زیاد سلامت باشه یکمش حل شده پرابلم حل کرد انا پرابلم دوم تون چیه رئیس جان راستی که بگم ما همین جوانای حاضره همه نمود تلفن داره فی نه های چو تلفنمون همش پچ کای گالاکسی ایدی اتسودا نیناشول داره من اگه پرابلم تون چیه که تلفناتون برو ورده نفهمیدم ما تلفن داریم نه که ما همین آنتن نداریم آنتن نداریم با ما گفتم چرا آوازای او نمیوه
چرا کم کلان شد شرمنده دلت نه ایره با زنگ بزنم حال میکنم. الو السلام ها ام پروداکشن تقدیم میکند. ام پروداکشن. سلام میبخشید خواهجان صبح در بالای کلوخی من شدید چی؟ در بالای کلوی من شدید یک بار میخستید در بالای چی شدم؟ شبکه کلوخ در بالای شبکه؟ اتقای نمیمونی کمک دم گیریم شبکه در ایستر مونه میسازم تاجیکستان روز تا روز آباد شده ایستاده است راستی گپ این شرشره ببینید این پانتانو ببینید خیر آبادی ها باغ ببینید زیبایی ببینید راستی گپ شخص استراحت میکنه ما باید میبخشید من طاقت ندارم کمتر میبخشید درسته گفت ما ایجادکارا از همین طبیعت زیبای همین همجا پرتید میبخشید من استاد هیچ گپی استاد اگر نبودی علم هنر نبودی آفرین رحمت چه خبری نو من بینید بچهش میخوردی بینید من اینقدر آبادی من وطن بینید روز به روز زیبا شده است من چشم راست گفت چشم الهام میگیرد ما ایجادکارا از همین زیبایی الهام میگیریم من شما خودتون دیدید من شراره من اینقدر عباره و من اینقدر روز تا روز آباد شده است من اومدم همین شهر نشناختم من چند سال خارج آبا بودم خیلی خارجه چی دیدید؟ اونجا هم درست هم نقض لیکن رنگی وطنی خودمون نه اینجا آزاد نفس میکشید آزاد درست یک خنزه میکنم حیرت ما حالا که محرم زدید رحمت انا بخیر برادر ببخشید کلاهی من چه کلاه؟ وقتی که در بالای کلاهی من نه من چه کلاه؟ یک بار خیزید این کلاهی شما شما شرم نمیدارید چه شرم؟
ای برادر شما برای یک شبکه نوچیز شما یک استاد کلان باید انهمی خیلی گردید شما باشد برای یک شبکه نوچیز برای یک شبکه که قدر ندارد همین شبکه ندارد برای همین شبکه شما نمونید که من هوای وطن آزادانه نفس کشم